السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی که انسان وعده میکند به وعدش ایستادن این یکی از واجبات ایمان هست و خلاف وعده کردن این یکی از علامت های منافقین هست. انسان هایی که خلاف وعدهشون میکنن هر آینه در آنها خیری نیست. به هم خاطر یکی وعده کردن، یکی دروغ گفتن، یکی امانت خیانت کردن، اینها همشون برمیگردد بر علامت های منافق بدن انسان. در دیگر روایت میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و صحابه پرسیدند که یک نفر زنا میکند و دزدی میکند اون مؤمن هست یا نه؟ پیامبر گرامی صلی الله علیه و 3 بار پرسیدند. نبی صلی الله علیه و گفتند که بله مؤمن هست، مثلا که اونها اگر که فاسق و فاجر هم که باشن مؤمن هست. و صحابه کرام دیگر پرسید که گفتند که اگر دروغ بگوید چی؟ گفتند اگر چخیل مؤمن که دروغ میگوید. از مؤمن گفتن پیامبر گرامی صلی الله علیه و خشنات کردن باز داشتن، یعنی که اونها رو اقرار نکردن با مؤمن بدن، یعنی که علامت های منافقین هست. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که بیشک پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتند آیت المنافق 3 اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. متفق علیه. میگه علامت های منافقین 3 هست. هر وقتی که سخن بگوید دروغ میگوید، وقتی که وعده کند خلاف وعدش میکند و وقتی امانت گذاشته شد خیانت میکند. به همین سبب وقتی که انسان وعده میکند که دروغ میگوید، یعنی که خلاف وعدش میکند، در این حالت چندین ضررها پیدا میشود. یعنی که اون وعده میکند یک نفر اون را انتظار میکشد چی وعده ای که نباشد، اون خلاف وعدش میکند، یعنی که میگه من فردا حتما تو را میام مثلا میبینم در خونت، یا که حتما همین کارتا پگه من فردا حل میکنم، اما اون خلاف میکند، بی پروایی میکند، خلاف میکند، برای این کرده خبر نمیکند و چی مثلا که بخشنه پسته که کار نشید، اون انسان وقت گذرانده اون نه انتظاری کشیده میستد. در روایت مسلم نیز آمدگی است که اگر روزه هم بگیرد نماز هم بخواند و گمان کند که انه مسلم او مسلمان هم که هست، اون چی از علامت های منافقین یافته شدگی هست. در روایت دیگر آمدگی هست از انسان های دروغگو، یعنی که وعده خلاف. این هم روایت بخاری مسلم هست که از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما میفرماید بیشک رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند که 4 چیزی هست از خصلت هایی که در همون انسان یافته شد اون منافق خالص می شود. همین 4 خصلت در یکم انسان اگر یافته شد اون منافق خالص، منافق تازه بگیم، یکم شک شبههش نمیماند در ایمان. وقتی که انسان منافق باشد یکم ضرر دارد به آخرتش، بله ضرر سخت دارد. اون یکم کرده اون دوزخی هست و دوم کرده که هست الله پاک در قرآن میفرماید این المنافقین فی درک اسفل من النار، اونها در تکترین دوزخ میسوزند. منافقین در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و همون نفرهایی را میگفتند که در ظاهر اسلامشون ظاهر میکنن، در باطن آنها در داخل آنها کفر بود. به همین خاطر انسانی که همین 4 خصلت یافته شد اون جس میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه منافق خالص هست. میگه یکی امانت مانده شد در نزد اون، چی سخن باشد، چی یکم مثلا که مال باشد، چیزی که نباشد امانت مانده شد خیانت میکند. دیوم صحبت کند سخن بگه دروغ میگه. وقت سیوم اذا وعد چی اذا عاهد غدر، وقتی که عهد پیمان میکند اون بگیم خیانت به معنی که میشکن عهد پیمانش رو. و اذا خاصم فجر، وقتی که جنجال میشد قط یکم نفر اون دشنام شروع میکند. این علامت های منافقین هست. وقتی که همین 3 خصلت در انسان که یافته شد از اون انسان خیلی با احتیاط و دور بدن لازم است که عذاب الهی بالای همون نفر هست و بالای شما هم فرا نگیرد. گفته حتی در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و این حادثه شده بودن. از حضرت جابر رضی الله عنه میفرماید که گفت برای ما پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم اگر که مال از بحرین بیاید، یعنی که مالی بگیم که وقتی که از طرف بحرین چی یاری باشه، چی غنیمت باشه، چیزی که نباشه که وقتی که بیاید گفت من به تو این چونین گفت میدهم. گفت پس کردم میگه حضرت جابر نیامد همون چیز، حتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و قبض شدن، یعنی که از دنیا گذشتن نبی صلی الله علیه و بعد همون مال آمد. چند بعد وقتی که اومد حضرت ابوبکر صدیق گفت که کدام نفر بود که بر نزد پیامبر گرامی صلی الله علیه و یکم وعده بود، یکم قرض بود، پس بیاید گفت من همون رو ادا کنم. گفت چون که از پیامبر گرامی وعده کرده بود باید ما او رو وجا بیاریم. گفتن پس میگه من اومدم گفتم که بیشک نبی صلی الله علیه و برای من این چونین وعده کرده بود، به من داد میگه و حتی میگه اون شماریدم که اون بگیم از 500 بود و گفت که بگی گفت
مثلیها گفت، دو برابرش رو بگی کی؟ تا اینکه پیامبر گرامی صلی الله علیه و چی در وعدهشان خلاف نشود که اون کار در زمان خودشون که نشید بعد زمان اونها رو کشیده باشد، ما وعده پیامبر گرامی صلی الله علیه و چی میکنیم بجا میاریم. از اینجا فهمیده میشد که حتی صحابه کرام یک انسان وعده کرده بودن، از دنیا گذشته بودن، حتی وعده اونها بعد گذشتن خودشون هم خلاف نشود گفتن، اونها در وعده پیامبر گرامی صلی الله علیه و چی کردن؟ مثلا که بجا آوردن و ایستادن، وعده را خلاف نکردن. از اینجا فهمیده میشود در برابر همه اینها یک وعده کردن، خلاف وعده کند اگر، یا یکی دروغ بگد یا که امانت خیانت کند، این انسان ها در نزد الله دوست داشته شده نیستند و در نزد خلق الله هم. و ضرر سیمش همین است که یگام نفر اینها را باور نمیکند و آنها قطعی سر و کار کردن دوست نمیدارد. اصلا مسلمان وقتی که همین نفرها باشند که آنها همین علامت‌های افتشید، اصلا باید کار نکنه قطعی نفرها. به خاطر چی؟ اینها وقتی که در حدود الله نایستادن، آنها گفته پیامبر گرامی صلی الله علیه و و گفته الله خلاف کردن، در آنها خیری نیست. حدیث هایی که الان خواندیم همه اینها از بخاری مسلم بودن. آیات قرآن هم نیز ذکرش دیگه است. چه سوره مائده آیت 1 ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. این انسان هایی که ایمان آوردین شما وفا کنید چی؟ به عقد و پیمان و وعده هایی که شما بکنید از اون وعده هاتون بیرون نشوید و خلاف وعدتون نکنید. و در آیت دیگر که سوره نحل هست، آیت 91 الله پاک میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. و شما وفا کنید به عهد الله وقتی که چیکار شما عاهدتم، گفت عهد کردید، عهد پیمان کرد، انسان وعده کرد، عهد کرد که همین کار میکنم یا که همون چیز به تو ادا میکنم یا که همون کاری تو حل میکنم یا که من نزد تو زیارت میام. وقتی که همین عهدهایی که به خلق الله میکند او همچنین که به الله عهد کرده است و هر کسی که خلاف میکند اون خلافی گفته الله و امر الله کردگی هست و خلافی گفته پیامبر گرامی صلی الله علیه و کردگی است و هم خود در این نفرها و در این انسانها خیری نیست. قد از این انسان ها احتیاط شدن به کلاس مثلا تو در فریب اینها نغلطیم و قطعی اینها اگر که نشستیم اونها رو دعوت به کار خیر و به ترک همین خصلت های بد کردن به کلاس که تا اینکه عذاب الهی ما گرفتار نشیم که بنی اسرائیل عذابشون همین بود که آنها کاری بد میدن، دعوت نمیکردن، آنها را اصلاح نمیکردن. الله پاک همه ما شما را هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.